من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم. خدای عزوجل حسرت دیگر از حسرتهای اونها بیان می فرماید. اینها مال مصرف کردند. ابو جهل تشویق کرد، گفت هر چه دارید برای این جنگ بریزید. هر چه مال داشتند جمع‌آوری کردند و فکر کردند که این هزینه هایی که اونها متقبل می شوند این هزینه ها نتیجه میده، فردا موفق میشند، فردا پیروز میدان میشند. اما ناکام و نامراد شکست خورده برگشتند. خیلی از کفار هستند. این آیات فقط مصداقش ابو جهل نیست، کفار قریش نیست، امروز هم مصداق دارد. بسیاری از کفار دنیا تمام مالشون را، تمام اسلحهشون را، تمام ثروت کشورشون را هزینه می کنند در بلاد و می خواهند که مسلمانان را زبون کنند، مسلمانان را شکست بدن. این تبشیری ها و مسیحیان پول خرج می کنند تا مسلمانان را از دین برگردانند. جایی که موفق نمیشند اونجا با تانک و توپ حمله می کنند، هر چی که هزینه دارند هزینه می کنند. اما همونطوری که الله فرموده انشاءالله حسرت این پولها را به قبر میبرند، ناکام میشن، نتیجه نمیگیرند. اسلام عزیز با پول کسی نمیتونه شکستش بده، با مادیت نمیتونه شکستش بده. مادیت را آوردند، مادیت را عرضه کردند بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفته هرچی پول میخواهی، سیادت و سرداری میخواهی، اما همه را رسول الله رد کرد و امت هم انشاءالله رد میکند. لذا الله می فرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. همانا کسانی که کفر کردند خرج می کنند مالشان را، چرا؟ ليصدوا عن سبيل الله، تا از راه خدا جلوگیری بکنند، تا جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند. فسينفقونها، الله می فرماید ان قریب انها خرج می کنند. ثم تكون عليهم حسرة، سپس این پولها برای اونها حسرتی میشه. ثم یغلبون، سپس اینها مغلوب میشن، شکست میخورند، دست خالی از میدان برمیگردند. و اینجا در دنیا شکست میخورند، در آخرت چی؟ والذین كفروا الى جهنم یحشرون. آنانی که کفر کردن به خدا و آنانی که خواستن جلوی راه خدا را و دین خدا را بگیرند، الى جهنم یحشرون، به سوی جهنم همه جمع میشوند، حشر میشوند، اونجا برده میشوند. لیمیز الله الخبیث من الطیب، این متعلق یحشرون است. چرا اونجا به سوی جهنم برده میشوند؟ یا اینکه چرا شکست میخورند؟ حکمت مغلوبیت تا که الله عزوجل متمایز و جدا بگرداند خبیث را از طیب، ناپاک را از پاک، مشرک را از موحد. همه اینها تفسیر هستند. الله عزوجل اینا را از هم دیگه جدا میگرداند.
و یجعل الخبیث بعضه على بعض، الله خبیث را، ناپاک را، شرک را، مشرک را بعضی را بر بعضی قرار میداد. فیرکمه جمیعا، همه را انباشته میکند، همه را سر هم قرار میدهد. فیجعله فی جهنم، همه را قرار میدهد در جهنم. ببین اگر در دنیا باشد، منظور اینه که خدای تعالی تمام اهل شرک را، اهل باطل را سر هم قرار میده و با شکست مواجه میکند. جهنم دنیایشون شکست و ناکام بودن است. و اگر متعلق به آخرت باشد، خب به معنای حقیقی هست، همه را جمع میکند الله و همه را در قعر جهنم قرار میدهد. اولئک هم الخاسرون، اینها زیانکاران هستند. واقعا اینها ضرر کردن. خسرت دنیا و الاخره مصداق اصلیش همینه. تمام سرمایهش را خرج کرد که در دنیا نتیجه بگیرد، در دنیا نتیجه نگرفت، خسرت دنیا شد، ناکام شد، شکست خورد و در آخرت هم به جهنم می رود، پس خسر الاخره شد. اولئک هم الخاسرون، خاسر و زیانکار به معنای کامل اکمل اینها هستند. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. بعد از اینکه شکست خوردند در بدر و بعد از اینکه ناکام برگشتند، الله تعالی باز اونها را مورد خطاب قرار میده. الان دیگه ابو جهل و عتبه و شیبه امیه همه کشته شدند، مونده ابو سفیان. الان این خطاب به ابو سفیان و امثال ابو سفیان هست. الله به پیغمبرش میگه قل للذین کفروا، ای پیغمبر به کسانی که کفر کردن بگو این ینتهوا، اگر باز بیایند الان توبه بکنند، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که در گذشته انجام دادن برایشون بخشیده میشه، خدا اونها را میبخشد. اما اگر توبه نکنند، باز نیایند، و این یعودوا، این تهدید الهی هست، اگر بازگردند دوباره به همون مسیر گذشته برگردند، یعنی مسیر مبارزه با رسول الله، مبارزه با اسلام، فقد مضت سنت الاولین، پس سنت الاولین گذشت. یعنی چی؟ یعنی سنت الله فی الاولین. الله تعالی سنتی در پیشینیان دارد. اون سنتش چیه؟ من نصر المؤمنین علیهم و خذلانهم و تدمیرهم. روح المانی، سنت الله در اولین این است که مؤمنین را یاری می کند، کفار را خار و زبون و نابود می کند. خذلانهم و تدمیرهم. چنانچه با خود اینها در بدر اتفاق افتاد، پس او را در نظر بگیرند و در آینده مخالفت کنند. و باز به مسلمانان میگه شما کوتاهی نکنید در امر جهاد، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با آنان بجنگید حتی که فتنه نماند، یعنی شرکی نماند. شرک هم فتنه هست، جنگ افروزی و هر روز فتنه ایجاد کردن هم فتنه هست. و یکون الدین کله لله، دین همه برای الله باشد، یا غلبه برای الله باشد، برای دین الله باشد. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر. اگر اونها باز آمدند، توبه کردند، خب خداوند به آنچه که عمل میکند بیناست، یعنی یجازیهم باعمالهم، خدا حسب اعمال به اونها جزا میده. اما اگر باز نیامدند و این تولوا، پشت دادند، باز هم خواستن با شما بجنگند، باز هم در مقابل شما، پس شما مؤمنین توکلتون بر خدا باشد. فاعلموا ان الله مولاکم، شما باور کنید، یقین کنید، بدانید که ان الله مولاکم، الله مولای شماست، الله حامی شماست. مولا به معنی ولی، اینجا به معنی حامی. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، حامی و یاور. پس شما مؤمنان باور کنید که ان الله مولاکم،
الله حامی شماست، الله ولی شماست. نعم المولا و نعم النصیر. بهترین حامی هست و بهترین یاور و مددگار است. بهترین حامی هست. از خدا حامی بهتری میخواهید؟ نیست. لذا شما توکلتون بر اعتماد و اعتمادتون بر الله و در مقابل دشمن بایستید. خب الله عزوجل بعد از اینکه فتح و موفقیت داد، غنایم زیادی آمدن، مالهای غنیمت حال باید تقسیم بشند. اول سوره عرض کردم هر یکی از اصحاب دیدگاهی و نظری داد، هر یکی یه چیزی گفت. الله تعالی فرمود که تقسیمش در اختیار خدا و رسول است. از اینجا بخش دوم سوره هست و ابتدا و آغاز با تقسیم مال میشه. قبلا خدمت طلاب عزیز توضیح مختصری داده شده، امروز مجدد اون توضیح تکرار میشه. اون اینه که مالی که از دشمن به دست میآید بر دو گونه هست. یکی اینه که با جنگ و با خونریزی و با کشتن دشمن و با شهید دادن و شکست دشمن و مال به دست میآید، این مال را میگن غنیمت. دومین مالی هست که خدای تعالی رعب بر دشمن میندازه، دشمن جنگ نمی کند، تسلیم میشه. چنانچه اکثر یهودی ها به این صورت تسلیم شدند. یهود بنو نذیر، یهود عرض کنم بنو قریظه، یهود خیبر نه، عرض کنم که بعضی قبائل دیگر مثل باغ فدک که معروف هست، عرینه، اینها اموالی هستند که اینها را برای اینها جنگ درگیری صورت نگرفت. خدای عزوجل در دل دشمن رعب انداخت، دشمن مرعوب شد، تسلیم شد. بعد از اینکه تسلیم شد، اینها از طریق تسلیم شدن به دست آمدن، اینها را میگن مال فیع. علما بین اینها فرق قائل شدند. مال غنیمت حکمش فرق میکنه با مال فیع. مال فیع تقسیم نمیشه بین مجاهدین، اونجا که جنگ صورت نگرفته، اونجا الله رعب انداخته. اون مال فیع در بست در اختیار پیغمبر هست، بعد از پیغمبر خلیفه هست، بعد از اون در دست امیر مسلمانان، کسی که در رأس است، در اختیار او هست. او به هر صورتی که صلاح بداند ملکن به کسی که نمیده مال منقول غیر منقول را، اما برای کسی که بخواهد در اختیارش میده که استفاده بکند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مالهای فیع را که به دست آورده بودند در اختیار خود رسول الله بود. از اون مالهای فیع یکی باغ فدک بود که باغ فدک را در اختیار اهل بیت قرار داده بود که تا وقت اونها استفاده بکنند، مصرف بکنند. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خلافت به ابوبکر صدیق رسید، خب تمام اموال هم منتقل میشه در اختیار ابوبکر. بعضی از اهل بیت مثل فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بر این گمان بود، بر این پندار بود که این دیگه مال ارث ما هست، مال خود ما هست. از حضرت ابوبکر تقاضایی کرد. حضرت ابوبکر گفت که این مال، اولا پیغمبران هیچ مال ندارند. حدیثی خواند برای فاطمه در همون پیغامی که رد و بدل می شد: نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث و ما ترکناه صدقه. پیغمبر عزیز خدا فرموده ما جماعت انبیاء نه از کسی ارث میبریم نه ارث به جا میگذاریم، هر چی که میگذاریم صدقه هست. این حکم مخصوص و ویژه انبیاء است، چون که اگر پیغمبر مال به جا بگذارد، تمام اموال به دست پیغمبر و در اختیار پیغمبر است. اگر به وارثانش برسد، اون وقت کفار چی خواهند گفت؟ که این برای مال اندوختن آمده بود. به این خاطر نه پیغمبر از کسی ارث میبرد نه ارث به جا میگذارد. تعدادی حجره رسول الله داشت، اونا را در حیات به ازواج و امهات المؤمنین بخشید. پس ام المؤمنین حضرت فاطمه الزهرا را تفهیم کردند که
پیغمبر چیزی به ارث نگذاشته و تفهیم کردن که باغ فدک مال فی هست، در اختیار خلیفت المسلمین است. فاطمه بعد از اون قانع شد، ساکت شد، برگشت. الان بعضی میگویند که اینکه در حدیث بخاری آمده فاطمه بعد از اون کلام نکرد، سخن نگفت، معنیش اینه که قانع شد دیگه، بیشتر پیگیری نکرد. بعضی این را حمل میکنند که کلام نکرد یعنی قهر کرد، دیگه با ابوبکر صحبت نکرد، در حالی که حضرت فاطمه الزهرا دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم در پرده بود، از قبل هم صحبت نمی کرد. پس این تکلمت به معنی قهر، فما تکلمت به معنی قهر کردن نیست، به معنی اینه که در اون موضوع دیگه صحبت نکرد، تمام شد. با وجود این ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باغ فدک را در اختیار اهل بیت گذاشت، یعنی بعد از اینکه در اختیار خودش گرفت، باز به اهل بیت یک بخشی را به دست عباس داد، یک بخشی را به دست علی کرم الله وجهه داد، اینها استفاده می کردند. این موضوعی نیست که این موضوع را کسی بیاد بزرگ بکنه و از این موضوع عنوان بکنه که بین اصحاب و اهل بیت العیاذ بالله کدورت بوده، عداوت بوده، مشکل بوده. نه خیر، بسیار محبت، بسیار احترام و همدیگر را همونطور که قرآن گفته، قرآن اوصاف اونها را بیان کرده، رحماء بینهم، با همدیگر مهربان، با همدیگر دوست، از ته قلب احترام همدیگر را داشتند. این مال فی هست. اما مال غنیمت که مسلمانان با جنگ به دست آوردند، این مال غنیمت 4/5 بین مجاهدین تقسیم میشه، کسانی که جنگیدند. 1/5 که خمس هست، خمس را الله عزوجل فرموده مال خدا، مال رسول خدا، مال قشر ضعیف، ذوی القربا و یتیم و مسکین. آیه را ملاحظه بفرمایید. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، بدانید آنچه که شما غنیمت میبرید از هر چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، همانا برای الله است 1/5 آن، 1/5 آن، وللرسول، برای رسول، ولذی القربا، برای خویشاوندان. بعضی میگن خویشاوندان رسول فقط اختصاص دارد، ذی القربا خویشاوندان رسول، یتاما و مسکین مساکین. بعضی میگن باز همون یتیم و مسکینی که با خانواده رسول تعلق دارد، اما جمهور مفسرین میگن نه، عموم یتیم ها و عموم مسکین ها. والیتاما والمساکین، به یتیم ها و مسکین ها بدید، و ابن السبیل، به مسافران بدید. یعنی این مال به همه میرسه. ببینید مورد خمس که در قرآن آمده این است، خمسی که دریافت میشه 1/5 در 2 جا داریم در شریعت مقدسه. یکی مالی که از طریق غنیمت به دست میاد، خمسش در اختیار الله و رسول، و یکی مال خزانه و رکاز و معدنی که به هر حال خمس بر او باشد. اون چیزی که خزانه طلا باشد، خزانه ارزشمندی باشد که کسی او را ببیند و استخراجش بکند، خمس او مال خدا و رسول و مساکین و فقرا، یعنی در اختیار امیر مسلمانان بیت المال. 4/5 دیگه مال کسی که او را یافته. پس خمس در این 2 مورد هست. بله، بغیر از این بقیه زکات است. 1/5 نیست، 1/40 هست. اونی که از افراد دریافت میشه، از مسلمانان دریافت میشه، در قرآن و سنت دیگه وجود ندارد. اما این خمس را فرموده لله، برای خدا. بعضی مفسرین گفتند لفظ جلاله الله تبرکن آورده شده، نام الله. بعضی نام الله اون که به رسول الله تحویل داده بشه دیگه میشه لله، به یتیم و به فقیر و به مسکین داده بشه میشه لله. اما بعضی گفتن نه، اینجا که ذکر شده لله معنایی دارد.
1/5 مال غنیمت از همون 1/5 برای خدا، یعنی برای خانه خدا، برای تعمیر کعبة الله، برای مسجد الحرام، برای عرض کنم توسعه، برای کارهایی که اونجا نیاز هست، یک بخشی از این خمس به اونجا گذاشته بشه، اختصاص داده بشه. این وظیفه امیر مسلمانان است که بخشی را برای خدا، برای مساجد، همه مساجد مال خدا هستند، داشته باشد. ولی رسول صلی الله علیه وسلم، خود رسول میتونه مصرف بکنه هر کسی را. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 1/5 خودش را و سهم خودش را دوباره برگرداند به غانمین، به مجاهدین، اعلام کرد من سهم خودم را به شما دادم. و برای خیشاوندان رسول که خیشاوندان رسول سادات نمیتوانند زکات دریافت بکنند، نمیتوانند صدقات بگیرند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که صدقات و زکات اینا اوساخ الناس هستند، چرک مال مردم هستند، برای ما و اهل بیت ما جایز نیستند. حتی خرمایی از خرماهای صدقه، یکی از نواهای رسول الله سیدنا حسن بود غالبا، وقتی که خورد یا سیدنا حسین، آن حضرت صلی الله علیه وسلم کخ کخ کرد که بیانداز بیرون، بیانداز، نگذاشت که از گلویش اون طرف بره. تا این اندازه در باب صدقه احتیاط می کردند. لذا الله می فرماید که اینها برای ذوی القربا رسول الله از مال غنیمت، برای یتیمها، مسکینها و مسافران، اینا مصارف هستند. ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الله می فرماید اگر شما ایمان داری به خدا و همچنین به آنچه که ما نازل کردیم بر بنده ما، یعنی اون نصرتی که کردیم، یوم الفرقان، روز فیصله، یعنی روز ملاقات هر دو جمع. والله على كل شيء قدیر، الله بر هر چیز قادر است، بر هر چیز قادر است. من جمله از قدرت الله اینه که یک جماعت اندک الله او را قادر میگرداند، او را قدرتمند میگرداند، جماعت بسیار بزرگی را شکست میده. ینصر الاقل و یهزم الاکثر، این از قدرت الله است که اقل را یاری میکند و اکثر را شکست میده. از اینجا الله عزوجل به بعضی تفصیلات اون معرکه میپردازد، تفصیلات اون جنگ میپردازد. در اون جنگ وقتی که آمدن قرار گرفتن در میدان، چون که اشاره به یوم التقى الجمعان بود، روزی که دو جمع، دو لشکر با هم روبرو شدند. مشرکین آمدند چاه بدر را تصرف کردند، جاهای استراتژیک را و جاهای خوب را اونها تصرف کردند. صحابه که دیرتر آمدند در جانبی بودند که به مدینه نزدیک بود و کناره نزدیک مدینه، اونها کناره دور از مدینه قرار گرفتن و جای مناسبی نبود. خواندیم که بعداً باران آمد و معادلات به هم خورد. اذ انتم بالعدوة الدنیا، زمانی که شما بودید به اون کناره نزدیک مدینه، و هم بالعدوة القصوى، و آنان به کناره دور بودند، و الرکب اسفل منکم، و کاروان و قافله پایین بود، پایین از شما، به طرف ساحل، از راه ساحل میرفت به طرف مکه. الله عزوجل بدون اطلاع قبلی این دو لشکر را در مقابل هم قرار داد، یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن مسلمانان. خدا میفرماید اگر از قبل وعده تعیین میشد شما نمیتونستید بیایید، چون شما امکانات نداشتید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر با هم وعده می گذاشتید، لاختلفتم فی المیعاد، در موعد، در میعاد چی می کردید؟ یعنی خلف وعده می کردید، نمی آمدید، نمی تونستید بیا، امکانات هیچی نبود. ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا، اما الله این تدبیر را فرمود تا که فیصله کند.
امری را که کان مفعولا شدنی بود، ای فی علم الله، کاری که در علم خدا شدنی بود، خدا میخواست او بشه، لذا الله عزوجل شما را در مقابل هم قرار داد. چرا؟ علت لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تاکه هلاک بشه هر کسی که هلاک میشه با بینه، یعنی بعد از بینه، با دلیل، و زنده میماند یا موفق میشه کسی که زنده میماند هم بعد از دلیل. به چه معنا هست؟ ببینید اگر مسلمانان میتونستن، که نمیتونستند، هم میتونستن یک لشکری در همون حد آماده کنند، چون جمعیت نداشتن، همه مسلمان اینا بودن، چند تایی عقب مونده بود. و اگر مسلمانان میتونستن همون امکانات جنگی را آماده میکردن که نمیتونستن، بالفرض اگر میتونستن و می جنگیدن، اون وقت هر که میگفت که خب جمعیتشون برابر بود، اسلحهشون برابر بود، قدرتشون برابر بود، طبیعیه دیگه حتما یکی پیروز میشه، اینا پیروز شدن. اما الله عزوجل این کار را نکرد. الله تعالی در مقابل عمل انجام شده بدون آمادگی، با جمعیت بسیار اندک، بدون اسلحه در مقابل قرار داد، که اینجا الان وقتی که فتح و موفقیت نصیب شد، هر کس میداند اونایی که هلاک شدند به خاطر دلیل داره، اینایی که موفق شدند یا زنده ماندن دلیل داره. دلیل چیه؟ نصرت الله برای اینها است و شکست الله اونها راست، اونها را شکست داد، ذلیلشان کرد، لذا هرچی دلیل داره، من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم، همانا الله عزوجل شنواست، همه چیز را میشنود، همه چیز را میداند. و بعض الله تعالی اسباب را، امکانات را طوری فراهم فرمود که اینها هم دیگر را، اینها بتونن جرأت پیدا بکنن بیاند. مثلا اول در خواب به رسول الله صلی الله علیه وسلم نشان داد که جماعت کفار اندکند، کم هستند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از خواب که بلند شد برای صحابه تعریف کرد که من خواب دیدم اونا جمعیتشون اینطور که تعریف میکنند جمعیت زیادی ندارند. صحابه خوشحال شدند، تقویت شدند. خب ببین الله تعالی زمینه را فراهم میکنه تا این دو لشکر در مقابل هم قرار بگیرند و اونجا که قرار گرفتند هم نترسند. وقتی که در مقابل هم صف بستند، نگاه کردند صحابه، در چشم صحابه هم لشکر دشمن اندک بود، لشکر دشمن جمعیتی نداشتند. عبدالله ابن مسعود میگه من با یک صحابی بحث میکردیم، من به او گفتم به نظر شما اینا 70 نفر میشند؟ نگاه کرد گفت نه فکر کنم تا 100 نفر میرسن جمعیتشون، یعنی بین 70 تا 100 از نظر نگاه و چشمان اونها. اون طرف هم وقتی که به مسلمانان نگاه کرد، خدای عزوجل مسلمانان را جمعیتی اندکی نشان داد. ابو جهل که نگاه کرد گفت به جوانان قریش، گفت ببینی بچه ها، شما تک تک اینها را بگیری ببندید، اینا را ببندید که اینا را ما با خود میبریم. یعنی فکر کرده اینا یک جماعت اندکی هستند، اینا را با خود میبریم مکه، اونجا به کیفری عملشون میرسونیم. هر کسی را که نتونستید بکشید، ولی بقیه همه را ببندید، چون که اون وقتی که میدید خیلی اندک میدید. این زمینه را الله فراهم کرد تا این دو لشکر بیاد در مقابل هم قرار بگیرد، تا الله اون چیزی که میخواهد بشه. لذا الله می فرماید اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، زمانی که به شما نشان داد آنان را در خواب شما اندک، ولو اراکهم کثیرا لفشلتم، اگر به شما نشان میداد آنان را زیاد، لفشلتم، شما فشل می شدید، سست می شدید، ولتنازعتم فی الامر، بعداً با هم درگیر می شدید در امر قتال، درباره جنگ با هم اختلاف می کردید بجنگیم یا نجنگیم، خیلی زیادند. ولکن الله سلم، اما این الله هست که شما را سالم نگه داشت. سلم بنویسیم من التنازع والفشل یا من الفشل والتنازع، خدا نخواست که شما با هم درگیر بشید، شما فشل بشید، لذا الله شما را سالم نگه داشت. انه علیم
بذات الصدور. الله میداند راز سینه ها را، اسرار دل ها را، اسرار سینه ها را الله میداند. و اذ یریکموهم، تنها در خواب نه، در بیداری هم، زمانی که شما را نشان داد به آنان، اذ التقیتم، وقتی که شما ملاقات کردید، فی اعینکم، در چشمان شما، قلیلا، اندک، به شما اونها را اندک نشان داد. صحابه میگفتند اینا که جمعیتی نیستند. کی میگفت جمعیت اینها زیادند؟ و یقللکم فی اعینهم، و در مقابل شما را هم قلیل کرد الله فی اعینهم، در چشمان اونها شما را اندک نشان داد. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، این حکمت تقلیل، تاکه الله عزوجل فیصله بکند اون امری را که شدنی بود. الله میخواست اون وعده‌ای که در سوره های مکی ذکر کرده بود که به عذاب گرفتار میکند، اون عذاب را الله میخواست اینجا پیاده بکند، اون عذاب را اینجا محقق بکند. لیقضی الله امرا کان مفعولا، الله میخواست که فیصله بکند امری را که شدنی بود. و الی الله ترجع الامور، همه امور به خدا برمیگردد، به اسباب نیست، به جمعیت نیست، به اسلحه نیست، به بمب اتم نیست، امور به الله برمیگرده. الله چه بخواهد، چه فیصله بکند، او میشه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. بازم این جریان بدر ادامه دارد، اما در وسط خدای عزوجل قانونی بیان میفرماید، قانونی که این قانون جایش اینجا هست. دشمن اندک بود یا زیاد بود، هر چی بود، شما مسلمانان وقتی که در مقابل اونها قرار گرفتید، شما بهادر باشید، شما بزدل نباشید، شما نترسید، ثبات داشته باشید، ثابت قدم. کشته بشید اشکال نداره، شهید میشید، ولی فرار نکن. خواندیم دیروز که فرار از گناهان کبیره هست. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم فئة، وقتی که شما جماعت از کفار را ملاقات کردید، فاثبتوا، شما ثابت قدم بمانید، واذکروا الله کثیرا. این ثبات قلبی است. برای ثبات قدم چیکار کن؟ خدا را ذکر کن. واذکروا الله کثیرا، الله را به کثرت ذکر کن، ثبات قلبی حاصل میشه. لعلکم تفلحون، قطعا شما رستگار میشید، کامیاب میشید. ببین یک نسخه بسیار جالبی الله اینجا بیان فرمود. گاهی ما در دنیا با مشکلات مواجه میشیم، الله عزوجل ما را تشویق فرموده به خاطر اینکه ثبات قدم داشته باشیم، اول ثبات قلب پیدا کنیم. ثبات قلب با ذکر الله هست. گاهی مشکلی برای شما پیش میاد، گاهی با دشمنی، با ظالمی، با ستمگری روبرو میشید، نترسید، الله را یاد کنی. حسبنا الله و نعم الوکیل. ما خواندیم در سوره آل عمران که به صحابه گفتند الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ابو سفیان لشکر بسیار بزرگی آمده کرده، 5000 نفر میخواد به شما حمله بکنه، نمیترسید؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اونا گفت حسبنا الله، یعنی مؤمن در مقابل دشمن باید نترسد، مؤمن باید شجاع باشد. الله عزوجل مؤمن شجاع را دوست دارد و مؤمن شجاع را هم کمک میکند. اونی که مرد باشد خدا کمکش میکند. لذا الله میفرماید وقتی که میخواهید که ثبات قدمی داشته باشید، اول ثبات قلبی پیدا کنید. ثبات قلبی با ذکر الله هست. وقتی که بناحق میخوان محاکمت بکنند، برو به دادگاه، حسبنا الله بخوان، اونجا الله عزوجل کمکت میکند. وقتی که در مقابل دشمن ستمگر هستی، الله را ذکر کن. واذکر الله کثیرا. هر جا که در قرآن ذکر آمده،
شما ببینید این صفت کثیرا با ذکر هست، این معنادار است. الله عزوجل به ذکر اندک راضی نمیشه، ذکر زیاد لا محدود. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. صبح و شام به کثرت خدا را ذکر کن. اونجا که خداوند مسلمین و مسلمات را تعریف کرده والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، برای نماز کثیر نگفت، برای روزه کثیر نگفت، برای بقیه اعمال کثیر نگفت، اما ذکر کثیر الله میخواهد، چون ذکر کاری ندارد، مشکل ندارد، فقط انسان یک بار عادت کند. لذا الله میفرماید در مقابل دشمن خدا را به کثرت یاد کن. به کثرت یاد کردن ذکر در جبهه، بعضی گفتند که همین ذکر عادی است، اما اینجا گفتند ذکر مجاهدانه، یعنی هر وقتی که به دشمن حمله میکنی با الله اکبر، با ذکر و بلند کردن نام الله. بعضی ها استنباط کردن از این آیه لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید. و اطیعوا الله و رسوله، این برای ثبات قدم چند چیز ذکر فرمود. اول ذکر، دوم اطاعت خدا و رسول. قبلا ما این را خواندیم، این مورد تکراری هست برای تأکید است. و اطیعوا الله و رسوله، در تمام امور جنگ، در تمام جبهه الله را اطاعت کنید و رسول را. منمنیت و نفسانیت نباشد. هرگاه مجاهدان به دنبال منمنیت رفتند، به دنبال قدرت شخصی رفتند، شکست خوردند، هدف را هم فراموش کردند. نمونه دوروبرتون زیاد هست. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، با هم دیگر نزاع نکنید فشل میشید، با هم دیگر درگیر نشید سست میشید، هیبت شما میره، وقار شما میره و اون شکوه شما از دست میره. امروز که مسلمان شکوه ندارد، مسلمان اون عزت گذشته را ندارد، به خاطر اختلافات فی ما بین است. الله از این اختلافات راضی نیست. قرآن را مطالعه بکنید، ببینید به این نتیجه می رسید که الله عزوجل از اختلافات بندگان خودش، اونهایی که نام الله را می گیرند، خوشنود نیست. الله می فرماید فتفشلوا، شما فشل میشید، سست میشید، و تذهب ریحکم، و اون هیبت شما میره، اون هیبت شما میره. واصبروا ان الله مع الصابرین، الله می فرماید صبر کنید، هم الله با صابران است. ببین این چه صبری هست. اینجا بحث مصیبت نیست، بحث زدن دشمن شما را نیست، بلکه بحث اختلافات است. خوب توجه بکنید، نکته بسیار مهمی هست در حل اختلافات مسلمانان، بسیار تأثیر گذار است. اون اینه که وقتی که شما با هم میخواهید مسائل را حل کنید، اینجا بهترین صفت برای شما صفت صبر هست. صبر اینجا به معنی گذشت، صبر اینجا به معنی این که همه اون فشاری که بر شما میاد اون تحمل کن. گاهی مسلمانان با هم اختلاف نظر دارن، مذاکره میشه، بحث میشه، وقتی میبینی طرف کوتاه نمیاد تو کوتاه بیا. مسئله اساسی که نیست. اختلاف نظر اختلاف سلیقه هست، بذار سلیقه اون برادرت که قبول نمیکنه اون اعمال بشه، بر تو فشار میاد بیاد، صبر کن، خدا با تو هست. ان الله مع الصابرین. در همه اختلافات زن و شوهر، اختلافات خانوادگی، اختلافات دو برادر روی ارث، روی معامله دو تا شریک تجاری، در همه اینها اگر میخواهید خدا با شما باشد، اگر میخواهید که اختلاف حل بشه، اگر میخواهید که رضایت مولا حاصل بشه، کوتاه بیایید، بذار نظر شما اعمال نشه، بذار شما را بگن ترسو. شما که کوتاه آمدید، ان الله مع الصابرین، خدا با همین صابرین است. اینه که
قربانی میده، ایثار میکنه تا مسئله حل بشه، تا موضوع جمع بشه. میگه اختلاف چه فایده ای داره؟ هم عرض کردم در همه اختلافات شما این را ببرید، اختلافات زن و شوهر، اختلافات تجاری بین مسلمانان هست، اختلافات روی زمین ها هست، اختلافات فامیل ها با هم اختلاف دارند، برادران با هم اختلاف دارند و اهل علم دینداران اختلاف دارند روی برداشت هایی که از قرآن و سنت دارند. اینها اگر اینها را اختلافات جزئی را اینها را وسیله قرار بدن که به سر هم دیگه بزنند، مسائل کوچک را، مسائل در حد استحباب و غیر استحباب، افضل و غیر افضل، اینها را گنده بکنند تا مردم را، تا جامعه را، فکرشون را خراب بکنند، تشویش ایجاد کنند. این خدمت نیست، این به اسلام خدمت نیست، این تفریق هست بین مسلمانان. بین مسلمانان شکاف انداختن است. گاهی بنده عرض میکنه بسیاری از مسائل فقهی هست، این مسائل اختلافی امروز نبوده، این مسائل از زمان صحابه بوده. آیا دستها را اینجا ببندیم یا اینجا ببندیم؟ آیا آمین بلند بگیم یا بلند نگیم؟ آیا رفع یدین بکنیم یا نکنیم؟ همه فقها که با هم اختلاف دارند در حد واجب و حرام نیست که یکی بگه این حرامه یکی بگه این واجبه، نه، در حد اولا و غیر اولاست. یکی میگه این بهتره، یکی میگه این بهتره. پس اولا و غیر اولا را قرار دادن، این را وسیله قرار دادن و بیاییم امت را، بین امت اختلاف ایجاد کنیم که اختلاف حرام است. اختلاف حرام است، این آیه میگه حرام است، الله ناراضی میشه. پس از مسائل اولا و غیر اولا بیاییم ما مرتکب حرام بشیم. حکم این انسان چیه؟ کسی میاد در جامعه میخواد یک اولایی را به زعم خودش اولاست، به زعم دیگری اولا چیزی دیگه است، به گمان خودش بیاد و یک اولایی را جا بندازه که این اولا موجب تشویش بشه، موجب اختلاف بشه، موجب چند دستگی در مسجد بشه. حالا هر کسی عملی میکند عمل بکند، ولی هی به مردم را در مردم شک و تردید ایجاد کردن. هر کسی دلیل داره، هی نماز شما چنین هست چنان هست و اینها را کش دادن و اختلاف ایجاد کردن. این آیه چی میگه؟ باید انسان اگر خلاف سلیقهش اعمال میشه تحمل بکند. ان الله مع الصابرین، خدا با این صابران است. حضرت شاه ولی الله رحمه الله ضمن اینکه عالم بسیار بزرگی هست، مصلح هم بسیار بزرگی و عالم حکیمی هست، ایشون میفرمایند من خودم که حنفی هستم و از نظر من بر فقه احناف عمل میکنم، ولی اگر در هندوستان که همهش احناف هستند، اگر در هندوستان غیر احناف بودند، همهش مثلا شوافع بودند، همه رفع یدین میکردند، من حنفی که اینجا می آمدم هم به خاطر اینکه اختلاف ایجاد نشه و به خاطر اینکه میبینم تحمل این مردم کمه و زود با هم درگیر میشن، من چیکار میکردم؟ اون اولایی که خودم اولا میدانستم اون را ترک میکردم، می آمدم همرنگ این جماعت میشدم تا اختلاف ایجاد نشه. لذا بزرگان اینگونه گفتند که ما وقتی که یه چیزی از نظر ما اولاست، مبادا ما بیاییم اختلاف ایجاد بکنیم، جامعه را دچار تشویش و سردرگمی بکنیم. لذا الله می فرماید که ولا تنازعوا فتفشلوا، شما با هم دیگه نزاع نکنید، فشل میشید، سست میشید، و تذهب ریحکم، و رعب شما میره. چندین جا ملاها با هم اختلاف کردن، دستور رسیده نماز جمعه تعطیل، به خاطر اینکه اون بگه من ملا، من امام، اون میگه من امام میشم. خلقی از نماز جمعه محروم ماندن در شهرهایی، حتی شهرهای بزرگ خارج از این استان. چقدر مگر اهمیت دارد که به خاطر اختلاف
به خاطر منمنیت تمام مسلمانان از خیر محروم بشند، از فریضه الهی محروم بشند، بهانه درست بشه که اینجا آقا اختلاف هست. لذا اینایی که اختلاف ایجاد میکنند، چه دانسته چه ندانسته، اینها در واقع دارن تیشه به ریشه میزنند، اینها دارن که بنیان را ضعیف میکنند. بله ان الله مع الصابرین، پس دور رفتم. ان الله مع الصابرین معنیش اینه که خدای عزوجل با اون صابرین هست که در وقت اختلافات کوتاه می آیند، صبر میکنند، تحمل میکنند، خلاف سلیقه خودشون را برداشت میکنند. و دیگه این که خداوند از ادب دیگر جنگ میفرماید در جنگ مغرور و متکبر نباشید، مثل مشرکین که با چه غروری آمدند. ولا تكونوا كالذين خرجوا من دیارهم بطرا، الله می فرماید نباشید مثل آنانی که خرجوا من دیارهم، از دیارشان، از شهرهایشان با بطر و با تکبر و با غرور آمدند، و رعاء الناس، و با نشان دادن مردم، و یصدون عن سبیل الله، و باز داشتن از راه الله مردم را. والله بما یعملون محیط، الله به آنچه که اونها عمل میکند احاطه کننده است. فیجازیهم علیه، بر اعمالشان اونها را الله پاداش میده، جزا میده، به کیفرشان میرسانه. یصدون عن سبیل الله قبلا خواندیم، طلاب میدونه هم لازمی میتونه باشه هم متعدی. یصدون عن سبیل الله لازمی اینه که یعنی خودشون باز میآیند از راه خدا، متعدی اینه که دیگران را باز میدارن، به هر دو معنی صحیح است. خب این درباره گفتم ابو جهل است. ابو جهل وقتی که به منطقه رسید و از اونجا ابو سفیان بهش گفت که برگرد دیگه ما نجات پیدا کردیم، ابو جهل اونجا غرید. این شیر اون روز غرش داشت، غرشش بسیار خطرناک، گفت امکان نداره من برگردم، من باید برم اینها را یک سر بکنم، کارشون را باید اینها تمام نابود بشند. اینها جرأت کردن آمدن جلوی کاروان ما و قافله ما را بگیرند، لذا با یک غروری، با یک تکبری از اونجا حرکت کرد. می آمدند و این جوانان قریش را هی تشویق میکرد. زنهای ترانه‌خوان و آوازخوانی آورده بود که این زنها فقط شعرهای حماسی میخواندند، بلا تشبیه میرقصیدند و شعر میخواندند، این جوانها تحریک میشدند. لذا با چه غروری، با چه تکبری آمدند. و اینجا وقتی که آمدند الله عزوجل چطور خار و زبونشون کرد. لذا الله به مجاهدین میگه شما مثل اونها نباشید. غرور، تکبر نشان دادن، چون که جنگ واقعا و اسلحه بالخصوص یه چیزی هست که در انسان به صورت طبیعی غرور میاره، انسان احساس قدرت میکنه. لذا باید در مقابل مسلمانان تواضع داشته باشه. نباید اون کسی که چند تا ستاره داره و چند تا درجه داره و مقام بزرگ نظامی هست، اون نباید جلوی مردم تکبر بکنه. اونی که اسلحه خوبی و سنگینی به دستش هست باید جلوی مردم تواضع داشته باشه، خادم مردم هست. لذا الله می فرماید پس یکی از شرایط اینه که برای جنگ میرید تکبر داشته نباشی. اونجا وقتی که ابو جهل آمد، کاری که شیطان کرد، شیطان میخواست اینا را تقویت کند. شیطان به شکل یکی از سرداران آمد، میگوین شیطان به شکل سراقه بن مالک که از سردار بنو کنانه بود، به شکل اونها آمد. اصلش چرا به اون شکل آمد؟ ابو جهل دیگه هیچ دغدغه‌ای نداشت، هیچ فکری نداشت، فقط یک مشکل دیرینه با بنو کنانه داشتند و بنو کنانه سر راه بود. می ترسیدند که ما اگر بریم با مسلمانان بجنگیم، اینها از پشت حمله نکنند، انتقام قدیمی را از ما نگیرند و اون عداوت دیرینه را پیاده نکنند. فقط این دغدغه را داشت. لذا شیطان خودش را به شکل سردارشون قرار داد و رفت با ابو جهل را در میدان، در اون بدر چند روز اونجا بودند، اونجا ملاقات کرد و گفت نگران نباشید، اون اختلاف بین خود ما هست، اون حل میکنیم.
الان یک مشکل بزرگتری است، من در کنار شما هستم. و گفت که گروهی لشکری یا 1000 نفر یا 2000 نفر گفت که از قومم به کمک شما میارم. دیگه ابو جهل دلگرم شد و بسیار شاد شد، قوی شد، دلش قرص شد. بعد از اینکه شیطان اونجا باشون بود، بعد از اینکه صف بستند، دست به دست ابو جهل بود و این طرف صفهای مشرکان بسته شد، اون طرف صفهای مسلمانان، شیطان چشمش به ملائکه افتاد. جبرائیل امین را دید که زره پوش است، در میان صحابه هست. در حدیث اینطور آمده که جبرائیل را دید و ملائکه را دید. وقتی که دید دیگه کم کم دستش را کشید و پا به فرار گذاشت. ابو جهل گفت کجا؟ گفت من میرم، من چیزی میبینم که شما نمیبینید. این وقتی که پا به فرار گذاشت، این اولین تضعیف روحیه بود که الله عزوجل به این سردار کفر داد. فکر کرد که اون هم پیمان من که آمد به من پیمان بست، اون غدر کرد، اون خیانت کرد، اون فرار کرد، اون گذاشت ما را. لذا اینجا اولین ضربه بود از نظر تضعیف روحیه. این را قرآن ذکر کرده و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، زمانی که مزین کرد برای آنان شیطان اعمالشان را، اعمال کفریه را. چگونه؟ آمد بهشون گفت و قال لا غالب لكم اليوم من الناس، مردم امروز بر شما غالب نمی شوند، اینها شکست می خورند. و انی جار لكم، من حامی شما هستم. شیطان به ابو جهل چی میگه؟ من حامی شما هستم. جار ای معین لكم، من شما را کمک می کنم. فلما تراءت الفئتان، هرگاه هم زمانی که هم دیگر را دیدن دو جماعت، یعنی روبرو هم قرار گرفتن، مسلمانان کفار را دیدن، کفار مسلمانان را. شیطان هم بود دیگه در این میان همراهی میکرد. نکس علی عقبیه، الله می فرماید که عقب نشینی کرد، کشید خودش را به پشت، عقب رفت. و قال انی بریء منکم، گفت من بیزار هستم، منکم از شما، از حمایت شما. انی ارا ما لا ترون، من میبینم آنچه که شما نمیبینید، یعنی ملائکه را. انی اخاف الله، من میترسم همینجا خدا مرا ذلیل نکند. لذا فرار کرد. والله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب میدهد. اینها ابو جهل دیگه در اون میدان کشته شد، بقیه هم کشته شدن. اما بعدها قریشی ها گلایه کردن از سراقه ابن مالک رئیس کنانه که نامردی کردی اون روز، آمدی بعد فرار کردی. اون گفت اصلا من شما را ندیدم، کجا بوده؟ سوگند یاد کرد که چنین چیزی نبوده، اگه کسی بوده هم شکل من بوده، من نبودم. کامل انکار کرد. لذا به این صورت شیطان گاهی انسان را گمراه می کند، انسان را فریب میده. انسان بیچاره بدبخت میبره او را تا که به کشتن میده، در راه شرک میمیره، در راه کفر میمیره، بعدا شیطان عقب نشینی میکنه. اذ یقول المنافقون، در اینجا الله عزوجل سخن منافقان را میارز. منافقان در جنگ بدر، این نکته را خدمت شما عرض کنم که در جنگ بدر 313 نفر بودن، یک منافق همراه نبود. منافقان اصلا نیامدند، از همون ابتدا از مدینه نیامدند، در احد آمدند، اونجا هم برگشتند، چون که ابتدا این شیرینی بدر را دیدند، بعدا میخواستند در احد بیان، باز ترسیدند. وقتی که مسلمانان آمدند گفتند که این چه دینی هست که اینها را اینقدر فریب داده؟ اینا دیوانه هستند، اینا اصلا نگاه نمی کنند امکانات، اسباب، هیچی سرشون نمیشه، همینطور گرفتن رفتن به جنگ. الله تعالی زجر و توبیخ بر منافقان بیان می کند. در مدینه هستند. و این را هم خدمت شما عرض کنم که
اصحاب بدر، کسانی که در جنگ بدر بودند، همه را خدای عزوجل بخشید، همه مورد بخشش خدای عزوجل قرار گرفتند و الله عزوجل فرمود که من همه را بخشیدم، از این به بعد هر چی که شما میکنید شما بخشوده شدید. یکی از اصحاب بدر حضرت حاطب ابن ابی بلتعه بود که ما خواندیم در سوره ممتحنه. اشتباهی کرد، نامه به اهل مکه نوشت. اونجا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ناراحت شد، گفت یا رسول الله، حضرت عمر فکر کرد که منافقه. اون به خاطر مصلحت بچه هایش نامه نوشته بود که بعدا توبهش پذیرفته شد. گفت یا رسول الله اجازه بده گردنش را بزنم. رسول الله ناراحت شد، گفت ای عمر، مگر این از اصحاب بدر نیست؟ مگر خدای عزوجل اینا را نبخشیده؟ لذا از اینجا معلوم میشه که هیچ منافقی در بدر همراه نبود. منافقین در مدینه نشستند و اینها را گفتند. چی گفتند؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. زمانی که گفتم منافقان، والذین، این واو تفسیریه هست. منظور از منافقان کیه؟ آنانی که در دلشان مرض بود، کفر و شرک بود. چه گفتن؟ غر هؤلاء دینهم، فریب داده اینها را دینشان فریب داده. یعنی اغتروا بدینهم خرجوا وهم 319 الى زهاء 1000. اینها دیوانند، دینشون فریب داده، رفتند 300 و اندی هستند در مقابل حدود 1000 نفر. چطور اینها میخوان بجنگند؟ یک جنگ نابرابری هست، جنگ ناعادلانه‌ای هست. الله جواب میده و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. هر کسی بر خدا توکل بکند، هر کسی بر خدا توکل بکند، خدا او را کافی هست. فهو حسبه، جزا مقدر است. چرا؟ فان الله عزیز حکیم. این علت جزاست، چون که الله عزیز است، غالب است و کارهای الهی مملو از حکمت است. در این حکمت است که خدا میفرماید کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. چه بسا گروههای اندک بر گروههای بزرگ و جماعتهای بزرگ به اذن الله موفق شدند و پیروز شدند. خدای عزوجل در این صحنه ها قدرت خودش را نشان میده. لذا الله میفرماید که ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. این تخویف اخروی هست. این کفاری که این گونه میگویند، اینها وقتی که ملائکه روحشان را میگیره چه حالتی دارن؟ ولو ترى، ای پیغمبر اگر تو ببینی، اذ یتوفى الذین کفروا، زمانی که وفات میدهند، یعنی روح را میگیرند، روح را قبض میکنند. الذین کفروا، روح کفار را کی قبض میکند؟ الملائکه، این فاعل یتوفی است. ملائکه روحشان را میگیرند. قبلا عرض کردم، از اینجا معلوم میشه که ملک الموت یک نفر نیست، خیلی زیاده ملائکه. یک ملک الموت اسرائیل تنها نیست. اسرائیل فرمانده کل هست، در رأس هست، امیر جماعت هست، بقیه همه از او فرمان میبرند. یضربون وجوههم و ادبارهم، وقتی که روح کفار را قبض بکنن با خشونت میزنن چهره هایشان را و پشتشان را و میگوین روحتون را بیرون کنید. اخرجوا انفسکم، قبلا خواندیم، روحت را خارج کن. و ذوقوا عذاب الحریق، الله می فرماید به آنان میگویم بچشید عذاب سوزان را. ذالک بما قدمت ایدیکم. چرا؟ علت عذاب چیه؟ علت عذاب این است که بما قدمت ایدیکم، به سبب عمل کرده شماست، به سبب آنچه که
انجام دادید، انجام داده دستهای شما. و ان الله لیس بظلام للعبید، الله ظلم نمی کند برای بندگانش. این ظلم مال خودتون هست، گناه خودتون است. چی کردید؟ هر وقتی که انسان در دنیا گرفتار میشه قطعا خودش کاری کرده. الله عزوجل بر بندگان هرگز ظلم نمی کند. الله تشبیه میده این کفار را که دأبهم کدأب آل فرعون، حالت اونها مثل حالت فرعون هست و آل فرعون هست. نمونه از تخویف، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم، احوال اونها، حالات اونها مثل حالت آل فرعون است و کسانی که قبل از فرعون بودند، عاد، ثمود، دیگران. کفروا بآیات الله، آنها کفر کردن به آیات الله. فاخذهم الله بذنوبهم، الله آنها را مؤاخذه کرد به سبب گناهانشان. ان الله، این علت است، ان الله، علت این است که به درستی الله قوی هست، شدید العقاب، سخت عذاب میده، دشمن خودش را الله عذاب میده، طبیعی هست. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، الله می فرماید هر انسانی که نعمتی دارد، یکی از نعمتها امنیت است، راحت است، زندگی راحت است. الله می فرماید خدا تغییر نمیده تا زمانی که خود انسانها تغییر ندهند. خود انسانها عملکردشون بد میشه، میروند به طرف گناه، میروند به طرف معاصی، میروند به طرف کارهایی که خدا را ناراضی میکند. دیگه خدا عذاب بر اونها میارد، امنیتش خراب میشه، هرج و مرج میشه، دزدی و سرقت زیاد میشه. این که گاهی تو شهرهای ما دزدی زیاد هست، گاهی ناامنی هست، بر سر هر ماشینی صاحب ماشین کشته میشه، شهید میشه، این همه ناامنی ها، اینا قطعا اثرات گناهان از قرآن این را میگه. ببینی آیه را، ذالک بأن الله لم یکن مغیرا نعمتا، این به سبب این است که همانا الله تغییر دهنده هیچ نعمتی نیست که انعمها علی قوم، اون نعمت را الله انعام کرده بر قومی. مثلا یک قومی را امنیت داده، الله این نعمت را از اونها نمیگیرد حتی یغیروا ما بانفسهم، حتی که اونها خودشان تغییر بدهند ما بانفسهم، اونچه که نسبت به خودشان است، یعنی اعمالشان را تغییر بدهند، اعمالشون بد بشه، به معاصی رو بیاورند، به گناه و تجاوز رو بیاورند، اون وقت بله خدای عزوجل وضعیت را میگیره، شرایط را خدا عوض میکنه. و ان الله سمیع علیم، بدون شک الله سمیع هست، اقوال را میشنود، علیم دانا هست، احوال را میداند، همه چیز در کنترل الله است. کدأب آل فرعون، نمونه تغییر. فرعون چه قدرتی داشت، ولی وقتی که ظلم کرد، وقتی که کفر کرد، چی شد؟ کدأب آل فرعون، مثل حالت آل فرعون، والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم، کسانی که قبل از فرعون بودند، تمام اقوامی که قرآن تعریف کرده یا نکرده. فاهلکناهم بذنوبهم کذبوا بآیات ربهم، اونا علت عذاب چی بود؟ اول کفر، تکذیب کردند آیات رب را، کلام رب را، پیامبران خدا را. فاهلکناهم بذنوبهم، ما آنان را هلاک کردیم، نابود کردیم به سبب گناهانشان. و اغرقنا آل فرعون، ما غرق کردیم آل فرعون را. و کل کانوا ظالمین، همه ظالم بودند، مشرک و کافر بودند. خدای عزوجل ظالم را مؤاخذه کرد. ظالم را مؤاخذه کردن عدالت است، ظالم را گرفتار کردن عین عدل است. لذا الله عزوجل می فرماید
که احوال شما، هم شما مردم مکه، چون اینجا روی سخن با مردم مکه بود، مکه در امنیت بود، قریش مکه از هر طرف میخوردن، بهترین کاروانهای تجاری را داشتن، حتی جاهای دیگه میرفتن مردم احترامشان میگذاشتن. به اینها تعرض نکنید. دزدها میگفتن به اینها تعرض نکنید. راهزنها حتی تعرض نمیکردن، میترسیدن، میگفتن اینها از همون جایی هستن که وقتی که ابرهه با لشکر فیل رفت چطور تار و مار شد. هر کس نمیدونستند اون برکت خانه خدا بود، اما به برکت همون خانه خدا اینا باشندگان اونجا بودند، ساکنان اونجا بودند، اینها هم امنیت داشتند. هر جا می رفتن می گفتن که قافله مکه هست، باشکار داشته نباشید که نتیجه ما هم همون میشه. می ترسیدند، راهزنها می ترسیدند. حتی بسیاری از قافله های مناطق دیگه گاهی به دروغ می گفتن ما اهل مکه ایم که کسی باشون کار داشته نباشد. پس این شرایط شما چی شد؟ عوض شد. چی شد؟ خار و زبون شدید. تمام سرداران شما اینجا سرید شدند، کشته شدند، ذلیل شدید، 70 نفرتون اسیر شدید. علت چیه؟ الله می فرماید ببینید احوال اقوام گذشته را، همه وقتی که تغییر دادند اعمالشون را، پیغمبران آمدند نپذیرفتند، خدای عزوجل هم به سرشون زد. پیغمبر من پیش شما آمده، شما هم اگر باز هم انکار بکنید، کفر بکنید، همونه، همونطور که در بدر شما را داد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل